سال 2007 خانم به پزشک زنانش مراجعه میکنه و ازش میخواد که براش آیودی بگذاره. آیودی گذاشته میشه. بعد از مدتی توی چکاپ هایی که انجام دادن دیدن که نخ آیودی سر جاش نیست. پزشک زنانش به خانم میگه که احتمالاً آیودیت افتاده و تو متوجه نشدی. اگر که موافقی بیا برات آیودی جدید بذارم. خانم مخالفت میکنه و میگه که نه، من دیگه آیودی نمیخوام و ترجیح میدم روش جلوگیری بستن لوله های رحمی باشه. لوله ها براش بسته میشه. ایشون 11 سال به همین شکل داشتن زندگی میکردن تا اینکه بعد از این مدت دردهای مبهمی رو تو ناحیه کمر و شکم احساس میکنن. آیودی توی حفره شکم قرار گرفته. و اما بیماری که به ما مراجعه کرده بود دقیقا همین مشکل رو داشتن و اولش که نخ آیودی دیده نشد. ابتدا فکر کردن که آیودی افتاده، بعد بررسی انجام دادن، عکس گرفتن و خدا رو شکر برای ایشون مثل اون خانم 11 سال طول نکشید، خیلی سریع تونستن متوجه بشن که آیودی در عرض 1 سال مهاجرت کرده و در حفره لگن قرار گرفته. خب باید براشون لاپاروسکوپی انجام بشه تا به واسطه لاپاروسکوپی ببینن که آیودی میزان نفوذش تا کجا بوده و بتونن رو خارج بکنن.